أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامهای الله این البارئ می باشد که در سوره حشر وارد شده است. الله می گوید هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. خالق البارئ، بارئ این آفرنده می باشد. و بین خالق و بارئ کمی فرق دارد که باری را برای آن مخلوقات هایی که روح دارند استفاده برده می شود، اما خالق را هم برای غیر چیزهایی که جان ندارد استفاده برده می شود، هم برای جاندار هم برای بیجان جامید. برای همین باری این نام الله می باشد که آنچنان آفرنده که یک چیزی را می آفرد، از چیزی که آفریده است یک چیز دیگر را می آفرد. مثلا آدم علیه السلام از خاک هستند. از خاک الله خاک را از نیستی به هستی آفریده است، اما از خاک آدم را آفریده است که بین خاک و بین آدم اگر انسان مقایسه بکند این جنس دیگر جنس می باشد. برای من این را الله باری گفته همان طرز آفرینشی که الله از چیزی که آفریده است، از خاک را از نیستی است به هستی آفریده است و از خاک انسان را خلق کرده است. این را باری میگویند. برای من البارئ این آفریننده و نیز از خاصیت های باری از چیزی که مثلا فرشتگان را الله از نور آفریده است و جن را از آتش آفریده است، اما وقتی که انسان میبیند او انسان را نمی سوزد. وقتی که جن لمس بکند این چیزی نمی سوزد، اما جنسی جن از آتش می باشد. برای من هو الله الخالق البارئ. الله در قرآن اگر ما سوره بقره رو اگر نظر بکنیم، موسی علیه السلام میگویند که فتوبوا الی بارئکم، ای قوم شمایان بر نفسهای خود ظلم کردید، پس به الله باری خالق آفرنده شما توبه بکنید. حضرت علی میگویند که آن الله که فلق الحبه، آن دانه ها را بکفانید و رویانید و برع النسمه و روح را الله آفرید. برای من برع الانسان میگوید. وقتی که ما استفاده میبریم آن چیزهایی که جان دارد او را میگویم که برع الحیوان، برع الله الحیوان، برع الله الانسان، چون که باری برای آن چیزهایی که جان دارد با آن استفاده برده می شود. ببینید که کلمه لغت های عربی به خیلی ها استفاده برده می شود که یعنی از یک دیگر از جدا و معنیش جدا می باشد. باری را چه خیلی که گفتیم، وقتی که الله یک چیزی را می آفرد از چیزی آفریدهش، باز یک خلقی را می آفرد که کسی چنان خلق کرده نمی تواند.
ما فرشتگان رو مثال آوردیم و جن و انسان رو مثال آوردیم. الله از نیستی به هستی می آفرد، از هستی چیزی را می آفرد که انسان عاجز می باشد. برای من کلمه الباری به صیغه جمع آمده است، خیلی که صیغه جمعی متکلم آمده است که الله گفته است ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. الله میگوید آن مصیبت هایی که در زمین برای شما میرسد، مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. الله میگوید که هر آنچه که بر شما مصیبت میرسد، الله در کتاب لوح المحفوظ او را نوشته است. 500,000 سال پیش تا سرنوشت انسانیت نوشته شده است. من قبل ان نبرأها، من پیش از خلقیت نفس های انسانی، الله در لوح المحفوظ تقدیر بندگان را نوشته شده است. ان ذلك علی الله یسیر، این برای الله آسان می باشد. من قبل ان نبرأها، پیش از آفریدن بندگان، سرنوشت بندگان 500,000 سال پیش نوشته شده است. این را البارئ می گویند. برای من ما باید به الله الباری سر فرود آوریم و چگونه ای که طلب میکند او را عبادت بکنیم و عملهایمان را خالص برای او بگردانیم و حیات مماتمان را برای الله ببخشیم که الله ما را از نیستی به هستی آفرید و از چیزهای هستی، از خاکی که هست ما را آفرید که ما بدانیم که الله سزاوار عبادت می باشد. این بود شرح مختصری نام الله الباری. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.